گازهای ضد شورش که تو تظاهرات‌ها برای متفرق کردن مردم استفاده میشن انواع مختلف دارن که رایج‌ترین اونا گاز اشک‌آور و گاز فلفل هستن. گاز اشک‌آور دارای دود غلیظ و بوی شبیه به گازوئیل سوخته داره. انتشار این گاز باعث سوزش شدید چشم و اخلال تو سیستم بینایی شده و همچنین در صورت تنفس باعث سوزش گلو میشه ولی روی پوست تأثیری نداره. راه‌های مقابله با اون: 1. استفاده از ماسک آغشته به سرکه یا آب لیمو یا گرد زغالچوب. 2. آتش تاثیرپذیر اون رو کم میکنه. 3. دود سیگار هم میتونه تا حدودی تاثیر اون رو کم کنه. چهار، در صورت برخورد با گاز اشک‌آور با آب سرد میتونید به صورت موضعی اون رو بشویید. گاز فلفل بوی فلفل قرمز میده و در صورت استشمام باعث اخلال تو سیستم تنفسی شده و سوزش موضعی پوست رو به همراه داره. راه‌های مقابله با اون: 1. استفاده از ماسک. 2. در صورت برخورد با گاز فلفل به هیچ عنوان آب به صورت خودتون نزنید، چون به سرعت ورم کرده و باعث تاثیرپذیری بیشتر اون میشه. 3. تنها راه مقابله با اون تنفس هوای تازه است و با گذشت زمان اثر اون کم میشه. خوشبختانه تاثیر این عوامل آزاردهنده به زودی و بدون درمان بهبود می‌یابند. علائم اون بلافاصله بعد از تماس با اون شروع میشه و بعد از 15 تا 30 دقیقه به شرط اینکه از عامل محرک دور شید و در فضای باز باشید از بین میره. در بدترین حالت که فرد مصدوم تحت تاثیر مستقیم گاز اشک‌آور قرار گرفته باشه، ممکنه تا 1 ساعت علائم التهاب دستگاه تنفسی باقی بمونه. راه‌های پیشگیری: 1. اگه از لنز استفاده میکنید قبل از تظاهرات اونا رو در آورده و در منزل بگذارید، چون اثر گاز روی چشم رو تشدید میکنه. 2. از زدن کرم یا پمادهای چرب به پوست خودداری کنید. به 2 دلیل: یکی اینکه گاز چربی دوسته و به مواد چرب جذب شده و اثرش بیشتر میشه، و یکی اینکه موقع شستن با آب سرد مانع میشه. 3. شب قبل از تظاهرات خوب استراحت کنید. این موضوع از هیجانات بی‌مورد، غیر منطقی فکر کردن و تصمیم گیری های غلط جلوگیری میکنه. 4. سعی کنید تمام بدن رو بپوشونید، یعنی لباس آستیندار و دستکش بپوشید. دستکش برای برگردوندن کپسول گاز به سمت دشمن هم نیاز خواهد شد. پنج، برای پوشوندن چشم‌ها عینک‌های کیپ مثل عینک شنا یا عینک‌های دودی که چشم رو کامل می‌پوشونن پیشنهاد شده. 6. یک شیوه دیگه استفاده از نایلون روکش غذاست، به صورتی که یک قطعه 10 تا 15 سانتیمتری و اون رو با خود میبرید و طوری دور چشم میپیچید که نه زیاد سفت باشه که جلوی پلک زدن رو بگیره و نه زیاد شل که از زیر اون گاز وارد شه. حتی میتونید اون رو بزرگتر بگیرید که دور دهان و بینی رو هم بگیره و بعد با سوراخ کردن اون راه تنفس رو باز میکنه. 7. همچنین در یک کیسه نایلکس یک دستمال آغشته با آب لیمو یا سرکه به همراه داشته باشید. هرگاه که لازم شد اون رو جلوی دهنتون بگیرید، چون این گاز به اسید حساسه. 8. یک روش دیگه درست کردن ماسک با استفاده از گرد زغالچوبه که باید اون رو در یک کیسه پارچه‌ای ریخته و جلوی دهان گرفت. برای این کار میتونید یک کیسه پارچه‌ای رو از قبل دوخته و آماده کنید و مقداری گرد زغالچوب تو اون بریزید. این ماسک اثر گاز رو تا حدود زیادی کاهش میده. در صورت مواجه شدن با گاز اشک‌آور: 1. روشن کردن آتیش، به خصوص لاستیک، بهترین راه برای مقابله با گاز اشک‌آوره. هرچی حرارت این آتیش بالاتر باشه، گاز رو زودتر از بین میبره. دمای تخریب این گاز بیش از 350 درجه است و 15 دقیقه طول میکشه تا تو این دما به تخریب کامل برسه. 2. اگه میتونید کپسول گاز رو با شوت کردن یا با دستکش برداشته و به سمت دشمن برگردونید. 3. از اونجایی که این گاز سنگین‌تر از هواست، هرچی به سمت ارتفاع بالاتر برید کمتر در معرض اون قرار میگیرید. بنابراین ایستادن بهتر از نشستن یا خوابیدن روی زمینه.
4. اگه در صورت تنفس گاز زیاد سرفه میکنید، خوردن شیر یا دوغ یا محصولات لبنی میتونه سم موجود در بدن رو دفع کنه. 5. مرتب پلک بزنید تا با اشک چشم آثار گاز از چشم خارج بشه. 6. برای شستشوی چشم و پوست فقط از آب سرد بدون هیچ ماده شوینده استفاده کنید و از مالش چشم و پوست خودداری کنید. اشک آور زدم.